که میبینین اینجا خانه ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم به دنیا آمده بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، خواستیم که یک پوتشستو با مکه در مکه مکرمه. این پشته که میبینین گستیچه ما با همراه حاجی ها اینجا که میاییم در اینجا میتونین که طعام بخورین. در این طرف ها جای کافه ها و رستوران ها هست. شاید آواز بیزه بیاد سببی که اتوبوس ها بسیار میرن میان. از انشالله که میریم یکون چیز میخریم و بعدا طرفی حرم یعنی طرفی مکه یا اینکه طرفی کعبه انشالله که میریم از کامیرا را خوش بگردانیم انشالله. این اینجا طرف اتوبوس ها، این ماشین ها اتوبوس ها بگیم آب میارن به گستینچه ها را. اینجا میگین یکان چیز درکار باشه اینجا انشالله خریداری میکنیم، مشکل نداره. كيف باي جان؟ كيف حالك؟ الحمد لله. طيب شو اخبارك؟ كيف حالك من اين؟ الحمد لله. كيف الحال؟ طيب كل شيء طيبين. تمام الحمد الله لله. يحييك. عندي في قناة في يوتيوب. هلا والله الله يحييك. فرصة طيبة الله يحفظك. ان شاء الله. از ان شاء الله که دیگه خریداری میکنیم تماشا کنین. خودی چی خوبی داره که یک از خوبیش اینه دائم قدیره همش نمیخریم. یک از خوبیاش همینه که در قدیره های در که جایی که هستی میشینی در چای میخری پرود نداره اونجا ایجاش هیچ که کار نداره، نه عیبه نه عیزای خلاصیم تا میشینی خیلی کنی برادران شده که چای خود ایستن خیل این خیلی لازم از کس میکنیم مرام ان شاء الله. في سندويش مع بيض مش هذا بيض الثاني مقلي سندويش مقلي ما مقلي فيه اعطيني سندويش سيجاب خریداری کردیم الحمدلله. ده 20 ریال 20 ریالش قریب چند سوم میشه؟ 600 700 سوم برسی میشه. شاورما اینم خیلی سندویچ شکل میتن یا چای یا آوی عادی. مقصد مطلب که درونش چی نداره ماشاءالله. هم کسی که حج می‌کنه باید پیشگی ببرینده برای رفتن ده برای ده اخیر به نهایت دادن بسیار بد میشوند. اخیر شیشتیم در اتوبوس بابی که اتوبوس بسیار بدن طبیعت اینجا تلپا و چیره بیشتر داریم از آنی باندو دادن. دیگه با اتوبوس فرو آمدیم باید به مسجد انو رفته ببینیم چقدر پروبکه و زحمه. توقيتوش كي أحسن الزحمة هنا حرام هنا خیلی خلاص گرد سنتر خوندیم دوامش میکنیم رفتن درس خلاصی قامت سر کردن. باندو خوندیم الحمدلله. نماز جنازه را خوندیم الحمدلله. نه دلشی انشالله که جای در کاری سیمکه میکنیم. این همون ساعت که میبینین اینجا خانه ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم به دنیا آمده بود. در اینجا که میبینین توالتو خانه ابو لهب در اینجا بود خانهش، اما حاضی توالت چیز دیگه. بازگشت حاجیا به سوی فندق گسیچه ها این های طرف اتوبوس را اجده دارن. چگونه که آمده بودیم همین گناه رفته استنبول. از هم الحمدلله
که نماز خواندیم، بامداد خواندیم و فرضم خواندیم. انتظار سر افتاب یعنی نماز شروق. ماهی قرآن حرکت کنین، کوشش کنین تا اینکه وقت خود را در تلاوت قرآن صرف کنین. خواهی که رزق و روزی زیاد شود بعد از نماز، بعد نماز بامداد یعنی تا نماز سر افتاب چیکار کنین؟ با تلاوت قرآن مشغول شین، با ذکر و بعدا نماز سر افتاب بخونین. از قفای کار و بار زندگیشین انشاءالله که الله رزق و روزی را ده چند زیاد میکنه. الحمدلله نماز سر افتاب خواندیم، نماز شروق یعنی به طرف گسینزه انشاءالله میریم، بگیم طرفای اطراف بگیم کعبه را نشان میتیم. اینا خلاصی گپ که گرد اطراف حرم یعنی ساعتی که شب دیسته بتین این گسینزه های پریزیدنت ها اینجا. خب اینی خیلی دلچی حاجی ها، بعضی ها اینجا خوان، بعضی ها یون باشن، بعضی ها طرف گسینزه را تیستن. خلاصی طرف گسینزه آدمش کم نمیشه و شروع میکنیم بسوی چی؟ گسینزه انشاءالله. الله حرکت مشوار یابون باشه. اینه ها ببینید که حاجی ها چه خیلی میروند، چه خیلی میرین، چه خیلی مشغولن. حاجی ها احرام کشیدگین ایناش. اینه ها خونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم تولیدش دیگه محکمه مکتبش کرده دیگه. اناش بخونین مکتبه مکة المکرمه در شیخ الحاجیو. اینی خیل این سگر بره طرفی یه ساعت میره اسم راجع طرفي الساعات يست طرفي محبس الجين قسيت سوا خلاص يبكي ما شاء الله. يقرأ حتى لا سبحان الله اتمسفير شبين شيخ خوباي. راحت میکنی سبحان الله، تماشا میکنی، نگاه میکنی، یک لذت هست. میخیل بعضی حاجی او جمیان بعضی شیجه میروان. خلاص گپ نمیخیل و ابراد نسور میشه میری. نه کارا کندگی تونیلی خوب کرده گیان. بیاین انشاءالله بعد چشم خود ببینین، عبادت کنین. یک رکعت مبدل به 100,000 ماشاءالله. خلاص گپ میخیل میای این حزاست چت میکنه میخیل اینا دفتر بزرگ سوار میشه. الله نعمه مش حمامنا خل عمره را کردن خل دبده که ابرادن که استیسه می روان افتوبسو برونی افتوبسو اینه خل افتوبسو می فروی سی جای سوار شوی در افتوبسو سینی فندقا یا جای پترین میتری خود یا با حاجی را انتظارم. خلاص گفت اینه خیلی های ابرادنا شاول سیونکا کردیم. ابراد هم رفته زیم طرفی گستیدیم.
نمیخلای سعودی حال کل بارش بیمار شده سکاری پامش زنگ زده اینجا آب подавать کیستنده چرا این تروبا با گسنیچه را گسنیچه ما تمام میشه ویدیوی ما